پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین عزیز رسانه پشت پرده، سلام. من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. یه معذرت خواهی هم اول بکنم، من صدام گرفته، حالت یک سرماخوردگی، حالت نگران نباشید کرونا نیست، چون من واکسنش رو زدم. امیدوارم که شما اگر دسترسی داشتید واکسنش رو بزنید. اما میخوام راجع به موضوعی صحبت بکنیم که در تیتر ویدیو هم هست و باعث شده که این ویدیو رو شما ببینید. افشای پشت پرده ماجرای تجاوز یه سری از این هنرمندها و سلبریتی ها به خانوم ها که چند تاشون هم جدیداً این روزها رسانه ها وایرال کردن و صحبت ها و مصاحبه های خانوم ها رو پخش کردن. مثلا گفتن که شادمهر عقیلی تجاوز کرده، محسن نامجو تجاوز کرده، نمیدونم سیاوش اسعدی تهیه کننده و کارگردان تجاوز کرده به ریحانه پارسا، خلاصه و که ماشاءالله بازار تجاوز هم گرم شده و هر کی اومده یه میکروفون گرفته دستش گفته که منو دستمالی کردن، به من تجاوز کردن، چه اینو چرا. میتونیم این موضوع رو از دو زاویه مختلف بهش نگاه بکنیم و عادلانه بررسیش بکنیم. همین که آیا این افراد دارن راست میگن یا دارن دروغ میگن و این باب نشه دیگه هر کی بیاد جلوی دوربین یه میکروفون بگیره دستش، یه شخصی که خیلی معروفه رو اصطلاحاً اسمشو ببره و بگی که این طرف تجاوز کرده به من و چه اینو چرا. مثلا از آقای شادمهر عقیلی شروع میکنیم. یه خانومی اومده بود و مصاحبه کرده بود، گفته بود که آره نمیدونم شادمهر عقیلی به من جوراب شلواری داده بود بپوشم و میخواست نمیدونم بمال من و یه کار دیگه ای بکن و چه این و چنا، من قصر در رفتم. نکته بگم، افرادی که معروف و مشهور میشن یه سری از افراد روی این آدم ها به معنای واقعی کلمه کراش دارن و خیلی رک و خودمونی بخوام به شما بگم دوست دارن برن به این افراد بدن. اصلا جز افتخاراتشونه که برن به یک آدم معروف بدن و فکر میکنن، بازم تاکید میکنم، و فکر میکنن اگر برن به طرف بدن و خوب بدن، من مجبورم اینقدر واضح صحبت بکنم چون رسانه ها واضح صحبت نمیکنن ولی ما خط قرمزی نداریم، من رک میگم. فکر میکنن اگر برن به این افراد بدن، این افراد عاشقشون میشن و اینا رو میگیرن و همه جا میتونن برن چوسی و کلاس بزنن که شوهر ما یک آدم معروف، یک سوپر استار، یک خواننده است. و امثال این خانومو که اومدن صحبت کردن یا معنا و مفهوم تجاوز رو نمیدونن یا ندیدن تجاوز رو. تجاوز این که به زور یک کاری رو انجام دادن، دست یارو رو بگیره یه اسلحه بذاره بالا سرش. حالا ما این صحبت ها رو هم میکنیم، اون خانومایی هم که به نفعشون نیست میان صحبت میکنن طرف زن ستیزه. چه اتفاقا شما اگر بیاید این افراد رو پروموت بکنید و راجع به این افراد صحبت بکنید، خیانت اول شما به این افراد کردید و به این خانوم های سرزمینمون کردید. چرا؟ چون شجاعت رو از این افراد میگیرید. طرف میگه چقدر خوبه دیگه، من میرم به یکی میدم، 3 سال بعدش میگم بهم تجاوز شده، اون خانوم ها هم میان از من دفاع میکنن. اما اگر یک کسی به شما تجاوز کرد، 10 دقیقه بعدش، 5 دقیقه بعدش زنگ بزنید پلیس، زنگ بزنید آگاه امنیت، میان پزشک قانونی میکنن آیا شما با خیال راحت خودت دادی یا مقاومت کردی کردنت. ببخشید من اینجوری رک صحبت میکنم، اما واقعیتش بعد اینجوری بعد اینقدر رک بگیم چون یه عده نمیفهمن این سری چیزا رو، که بعد بیاد بگید که آره 2 سال پیش، آقا رد پا هم پاک میشه بعد 2 سال. 2 سال پیش طرف من اینجوری گفت، اونجوری گفت، سوراخ فالوور و جلب توجه رو پیدا کردن. این ور قضیه است که من دارم در راستای آدم‌های معروف صحبت میکنم که افراد میرن
با عشق و علاقه به این افراد میدن. دیدیم دیگه توی این کنسرت های تو آلمان، من خیلی ها رو دیدم، تعداد نمیبرم. طرف رفته قبل کنسرت یا بعد از کنسرت تو بک استیج، آقای فلانی من عاشقتم، فلانم شماره داده گرفته، شبم رفته هتل. ندیدید؟ یا اگر دوست نداشتید ببینید، من اگر تو کنسرت های تو آلمان هر کدومتون دیدید و مخالف حرف من بودید، منو بکشید کنار، بگید آقای این فردی که تو فلان ویدیو همچین چیزی رو گفتی بعد از کنسرت، کو میشه به من نشون بدی؟ من نشونتون میدم علنی. هرچند همتون دیدید، اونی که خوابه رو میشه بیدار کرد، اما اونی که خوش زده به خواب نمیشه بیدار کرد. اینو میخوام بگم که واقعا تحت تاثیر چرت و پرتای عده قرار نگیرید. این موضوع اول. و موضوع دوم این هستش که البته اینو هم ما نمیتونیم کتمان بشیم که آدم‌های مشهور و معروف از معروفیت و مشهوریتشون ممکنه سوء استفاده میکنن، ممکنه با احساسات یک دختر بازی بکنن، ممکنه که گولش بزنن اون دختر رو. در اون دخترم بگه که خب چون این آدم معروفیه، مشهوریه، آدم موجهیه، آدم خوبیه، ازش سوء استفاده نمیکنه، آدم بگیریه، وقتی قول میده سر قولش هست. یعنی میخوام به شما بگم که گول این افراد هم نخورید. فکر نکنید که معروفیت دلیل بر موجه بودنه، مشهوریت دلیل بر خوب بودنه، نه. حالا بریم یه تیکه از صحبت‌های این خانم رو بشنویم که گفته بوده که من شادمهر بهم تجاوز کرد. بشنویم. خب این چند روز میبینیم که همه جا پر شده از خبرهای آقای محسن نامجو و اتفاقاتی که بین ایشون و یه سری خانم افتاده. من صحبت‌های جسورانه فراواز و پانیدای عزیز رو شنیدم و جسارت و قدرت اینو پیدا کردم که بیام راجع به تجربه مشابهی که دارم حرف بزنم. البته این اقدام قبلا از طرف خانم صدف طاهریان انجام شده بود، اما به خاطر اینکه ایشون مشخصا اسم نبرده بودن، اتفاقا این به اشتباه این عقیده رو در ذهن مردها شکل داد که اوکی، زنا از ترس آبروشون هیچ وقت حرف نمیزنن، یا حتی اگه حرف بزنن هیچ وقت اسم نمیبرن. من اعتراف میکنم که تا به این لحظه هیچ وقت قدرت و جسارت این رو پیدا نکرده بودم که بیام راجع به این مسئله حرف بزنم. شاید به خاطر اینکه این کسی که من میخوام نام ببرم، طرف حساب من آدم خیلی بزرگی بود. در واقع ایشون اسطوره و الگوی زندگی نصف جمعیت ایران، شاید هم بیشتر هستن، و از ترس طرفدارانشون، از ترس همکارانشون، از ترس کمپانیایی که حالا با ایشون کار میکنن و به خاطر اینکه خودم هم تو همین زمینه دارم فعالیت میکنم، ترسیدم. گفتم شاید اگه بخوام بر علیه ایشون حرفی بزنم، شاید اون کمپانی ها دیگه حاضر به همکاری با من نباشن. اما امروز میخوام چشمم رو به روی همه چیز ببندم و این حرفی که اینجا سالهاست سنگینی میکنه و عقده شده، احساس حقارت میکنم، احساس شکست میکنم، احساس بازنده بودن میکنم. برای همین میخوام بشینم و راجع به این قضیه با تو حرف بزنم. مدت 5 سال پیش که تازه اومده بودیم آمریکا، ما یه قراری داشتیم با مدیر شبکه آونگ آقای آرمین هاشمی توی استارباکس با ما قرار گذاشتن، با من و 2 تا از خواهرای دیگه. ما یه ربع مونده بود که برسیم به استارباکس. استارباکس یه کافه است، مثل کافی شاپ، همه قرارای کارشون اکثرا اونجا میذارن. یه ربع مونده بود که برسیم به اونجا، آقای آرمین هاشمی با ما تماس گرفتن و گفتن که بچه‌ها من یه مهمون دارم تو خونم، اگر که مهمونم ول کردم دارم میام سر قرار، اگر که میخواین راجع به کار صحبت بکنیم من بیشتر از یه ربع نمیتونم پیشتون بمونم، اگه میخوایم بیشتر راجع به کار حرف بزنیم بیاین خونه من. خب توی آمریکا خیلی معموله که اتفاقات و قرارهای کاری توی خونه انجام میشه. خب ما هم گفتیم اوکی باشه، مشکلی نداریم.
ما هم تنها نبودیم دیگه، 3 نفر بودیم و آدرس فرستادن و ما رفتیم اونجا. به محض اینکه در باز کردیم دیدیم که مهمونشون آقای شادمهر عقیلی بودن. ما خیلی خوشحال شدیم، بغلشون کردیم، حال احوال کردیم و بهشون ابراز علاقه کردیم، گفتیم که ما خیلی با آهنگاتون خاطره داریم، خیلی دوستتون داریم، با کاراتون کلی حال میکنیم و اینا. خلاصه اون شب نشستیم خوندیم، یا آهنگ من به کمک خواهرم خونده بودم، اونو براشون گذاشتیم دیدن روی تلویزیون و همونجا آقای شادمهر یه آهنگ به ما هدیه کرد، گفتش که این کارو من برای خودم ساخته بودم ولی تصمیم ندارم بخونمش و اینا، میدمش به شما. ما خیلی خوشحال شدیم و تشکر کردیم و اینا، خداحافظی کردیم و رفتیم. 2-3 روز بعد آقای شادمهر عقیلی با ما تماس گرفتن و گفتن که بچه‌ها خب اگه میخوایم بیایم برای ضبط امروز میتونیم بیایم ولی ستایی با هم دیگه نیایم، یکی یکی بیایم. گفتیم باشه مشکلی نیست. گفت پس ماریا بیا. گفتیم باشه. یه ذره عجیب بود ولی خب گفتیم اوکی. گفتیم حتما شلوغ پلوغ میشه، جانی سو استدیو، نمیدونستیم. خلاصه گفتیم اوکی. من یه دونه اوبر گرفتم، آدرس فرستادم بر من با اوبر رفتم اونجا. یه خونه خیلی بزرگی بود، یه اتاقی، یه دری بود که حالا به یه اتاقی باز میشد. من وارد شدم، یه پیانو بود، گیتار بود و اینا. آقای شادمهر سازشون رو برداشتن، نشستیم و ایشون زدن و ما شروع کردیم بخوندن و گفت اینجاشو اینجوری بخون، اینجاشو اینجوری بخون. همه چی داشت خوب پیش میرفت. یهو ایشون اومدن جلو و اقدام به بوسیدن من کردن و من خودم کشیدم عقب. گفتم که چه اتفاقی داره میفته؟ گفتش که حالا از ایشون اصرار و از ما انکار. بعد من گفتم که آقا شادمهر اون دختری که شما فکر میکنی من نیستم. گفتش که خودت گفتی منو دوست داری. گفتم به عنوان خواننده، به عنوان فنتون دوستتون دارم، نه به عنوان کسی که با یه بار ملاقات بیام باهاتون رابطه جنسی برقرار کنم. خلاصه گفتم بعدش شما زن داری، بچه داری؟ گفت نه من زنمو دوست ندارم و فقط به خاطر اقامت بوده و از این حرفا. گفتم به هر حال اون آدمی که شما فکر میکنی من نیستم. حالا اسمشو میخوای امول بذاری، هرچی میخوای بذاری، من اون آدم نیستم و حاضر نیستم من به خاطر موزیک تن به هر کاری بدم. گفتش که آره شما هیچی نمیشین، فلانی رو میشناسی، فلان خواننده، عذرخواهی میکنم، آلت تناسلیش مثل دسته چکش این ور اون ور، به آهنگساز، به شاعر، به کارگردان، کلا اینجوری تصفیه حساب میکنه. گفتم خب شما منظورت اینه که یعنی من باید الان همین کارو بکنم؟ خب من نیستم. اون تکلیفش با خودش معلومه. من اون آدم نیستم. من اصلا نمیخوام خواننده باشم. من چیکار کنم؟ خلاصه ایشون بلند شدن رفتن و چند ثانیه بعد یه آقای دیگه اومد که این آقا رو ما تو اون بار اولی که دیده بودیمشون، این آقا هم بود، کاراشون رو میکردن و اینا. بعد ایشون اومدن و به من گفتش که خاک بر سرت کنن، دختر از ایران التماس میکنه، از کشورهای دیگه التماس میکنن 2 دقیقه بیان در اختیار شادمهر باشن. بعد تو یه قدمی شادمهر نشستی مثلا، بعد ناز و کرشمه میای، این اداهای خرکی چی از خودت در میاره اینا. گفتم اتفاقی نیفتاده چی؟ حالا من فکر میکردم مثلا هیچ کی خبر نداره، داشتم آبروی آقای شادمهر رو حفظ میکردم. گفتم چیزی نشده، اتفاقی نیفتاده، من کاری نکردم. خلاصه بعدن که حالا گذشت من تازه فکر کردم که اوه چه تیمی در جریان این همچه قضیه‌ای بودن و چقدر من. خلاصه ایشون رفتن و بعد آقای شادمهر اومد تو دیدم یه بسته دستشه. اومد نگاه کردم، نمیدونه جوراب شلواری آورده، میگه اینو بپوش. گفتم آقای شادمهر من اصلا حاضر نیستم به خاطر یه آهنگ، به خاطر موزیک، به خاطر معروفیت تن به یه همچه کارایی بکنم. اون آدمی که فکر میکنی من نیستم. من اون دخترایی که حالا التماس میکنن یا آرزو دارن که چند ثانیه با شما باشن، من دوست دارم شما رو از نزدیک ببینم ولی این قضیه رو نیستم. خلاصه
یکم گذشت و ازشو خواهش کردم که یه اوبر برای من بگیرن من برگردم خونه و من برگشتم خونه و اتفاقی هم نیفتاد. اصلا دلیل اینکه من سکوت کرده بودم تا الان فکر میکردم که خب اتفاقی نیفتاده، من برای چی باید بیام جایی حرف بزنم، چرا باید آبروی خودمو ببرم. ولی امروز متوجه شدم که نه، اینم یه نوع تعرضه، اینم تجاوزه. اینکه شما به خاطر اینکه یه نفر یه خواسته ای ازت داره شما مجبورش بکنی به اینکه تو اگه میخوای خواستت برآورده بشه باید اول نیاز منو برآورده بکنی. من این ویدیو رو نگرفتم، نه میخوام ایشون بیاد معذرت خواهی بکنه، نه میخوام محاکمه بشن، نه شکایتی دارم، هیچ چیزی من از ایشون نمیخوام. من فقط با این ویدیو میخواستم به آقای محسن نامجو بگم که اگر که به قول شما که حرفتونم اصلا درست نیست که میگی ما زنان هنرمند نداریم، اتفاقا به دلیل وجود آدمای متجاوزی مثل شماها هست که در قبال در اختیار گذاشتن تجربیات و آموخته هاشون تقاضای رابطه جنسی میکنن و من مطمئنم زنان ایرانی انقدر عزت نفس بالایی دارن، انقدر قدرتمند هستن که با نگفتنشون یه تو دهنی محکم به امثال شماها بزنن. و من هم امروز این قدرت رو پیدا کردم که بیام و راجع به اون بوتی که جوانای ایرانی ساختن از آقای شادمهر عقیلی صحبت بکنم تا بشناسن که چه کسی رو الگوی زندگیشون قرار دادن. در واقع این ویدیو رو گرفتم که همدردی بکنم با زنان زیادی که میدونم کم نیستن، بهشون بگم قدرتمند باشین، محکم باشین، نترسید، شما خطاکار شما نیستید، بازنده شما نیستید، نترسن و بیان راجع به اتفاقی که اگه شبیه این اتفاق براشون افتاده بیان و حرف بزنن. فکر نمی کنم چیزی باقی مونده باشه، همه چیزو گفتم. به هر حال ممنونم که به حرفای من گوش کردید. بله، صحبت‌های این خانم رو شنیدید. اگر تجاوز به شما میشه یه لطفی بکنید برید و همون لحظه شکایت بکنید. اصلا این راه حل دیگه. میریم رو موضوع بعدی. خانم ریحانه پارسا با آقای سیاوش اسعدی که من یه ویدیو کامل ساختم که بحث شد که گفت به من تو 16 سالگی تجاوز کرد. چون امروز پکیج تجاوزه، من حالا یه کوتاه بهش اشاره میکنم. در صنعت سینما ایران که وضعیت مشخصه، 80 تا 85% فساد جنسی و اخلاقی وجود داره. 15% خوبه، 15%، 20%، حالا چون شما تهیه کننده میبینه بازیگر میاد 16 سالش، 17-18 سالش، خوش بر و رو تیکه است، باحال فلان، میگه به خانم فلانی من اصلا از شما میبینم که شما رو سوپر استار بکنم. شما اصلا کسی هستی که من فکر میکنم که ساخته شدی واسه این نقشه‌ای که من دارم و میخوام پول خرج بکنم. دخترم چون عاشق بازیگریه، چون در رویای خودش بازیگری و عکس خودش رو در سردر سینماها میبینه، واقعا همینا، میگه وای تهیه کننده چقدر خوبه فلانه، میبره بیرون 2 روز کافی شاپ و این ور اون ور که الان جدیدن انقدر راحت شده، این طرف بنز و ماشین شاسی بلند تهیه کننده رو میبینه، از در دفتر سینمایی میاد بیرون، با طرف میره خونه دیگه، با طرف میخوابه و کار دیگه و اداری رو انجام میده و شاید بهش نقش ریز بده، شاید بهش نقش بده، یه بار 2 بار ازش هم که سیر شد مثل پرتقالی که آبش رو گرفتن پرتش میکنه بره. بعد میگه ای بابا من به این آدم مثلا دختریمو دادم، یا مثلا من به این آدم دادم که منو بکنه سوپر استار، منو نکرده، از من سوء استفاده کرده و به من نقش نداده. میره مصاحبه میکنه میگه فلان تهیه کننده از من سوء استفاده کرده. خیانت اول خودت به خودت کردی. تو اتفاقا از اون آدم داشته سوء استفاده میکردی، به خاطر اینکه تو رفتی دادی که اون طرف به تو نقش بده. حق اون آدمی که واقعا علم و استعداد داشته که بره بازیگر بشه رو تو خوردی. خیانت اول تو به بقیه همکارای خودت کردی. تو با دادن خودت تو یه پله انداختی جلو. فکر کردی البته یه پله انداختی جلو. سیستم ریحانه پارسا هم همین جوری بوده. فکر کردن که مثلا برن به تهیه کننده، به کارگردان، به ایکس و وای بدن، بهشون نقش میدن، نمیدونم توی فیلم ها و سریال ها بهشون بازی میدن. قربونش برم که اکثر این بازیگرای خانم و آقا هم تا دلتون بخواد مواد میزنن، کوک میزنن،
کلاس میدونن اصلا این چیزا رو. تو مهمونیا با هم دیگه عوض بدل میکنن، تو مهمونیا نقش رد و بدل میشه. فکر کردید چیه؟ طرف میاد اونجا لباس یقه باز و چاک سینه و لختی پختی میندازه بیرون، تهیه کننده میگه واو چه چیزی، این به درد فیلم میخوره، اول بیارید دست بده. همینه. نمیرم با هم که مثلا مراسم ختم و نمیدونم عزا و این چیزا که انتخاب بکن. توی مهمونیات چی هست؟ یه مشروب موادی میزنن همش بره. این موضوع بعد. موضوع آقای محسن نامجو هم که اصلا دیگه تکلیفش مشخصه. هرچند اینو من بگم، من اونور قضیه رو گفتم، بله بعضی از این تهیه کننده ها بودن که از بازیگرا سوء استفاده میکنن، وعده‌های سرخربند بهشون گولش میگن حالا بیا 2 دست بده تا بازی بدم، بیا حالا فلان کارو بکن، چک میدن به طرف پاس نمیشه، میگنم اگه چکتو پاس کردی گذاشتی اجرا، چکی که برگشت خورده، یه کاری میکنم که اصلا تو سینما ایران نتونی بیای. این نامردیام در حق بازیگرا میکنن. من دارم 2 طرف قضیه رو میبینم. مهر سال 94 بود. من توی هنرستان سوره سال 3 هنرستانم بود، 3 تئاتر نمایش که توی سوره داشتم درس میخوندم و سودای بازیگری و بازیگر شدن و از ادامه همه این سوداهایی که توی سرم بود، یک چهارشنبه روزی نورا هاشمی و نوشین طهماسبی میاندن مدرسه سوره دنبال یه دختر نوجوان 15-16 ساله‌ای که بتونه نقش فیلمنامه‌شون رو بازی کنه و من به طور اتفاق به جای در همیشگی بیرون رفتم اون یکی در انتخاب کردم و از در مدرسه رفتم بیرون. نورا هاشمی و نوشین طهماسبی در مدرسه بودن دنبال همین دختر که منو دیدن. از قضا حال من خیلی بد بود، فشارم افتاده بود، اصلا یه حال عجیبی داشتم، نمیدونم چم شده بود، سرم خورده بودم چی بود. منو دیدن، شماره منو گرفتن، توی دفترشون نوشتن که من برم دفترشون بابت این فیلم صحبت کنم باشون که اگه مثلا بشه بتونم بازیگر اون پروژه بشم. زنگ زدن و من رفتم. در اسم فیلم سال تحویل بود، 24 مهر سال 94. من رفتم دفتر، شبی بود، با پدرم رفتم دفتر و بر اساس تماسایی که گرفته بودیم آدرس سمت ونک بود. دفتر بشرا فیلم بود، پیش تولید پروژه سال تحویل. رفتم دفتر با پدرم، صحبت کردم با آقای سیاوش اسدی، نورا هاشمی اونجا بود و در نهایت اون بحثا که پدرم توی اون جلسه بودن گفتن که از فردا تمرین شروع میکنیم، تو بیا سر تمرین و بیا دیگه، بیا شروع کنیم تمرین کردن که ببینیم که برای این نقش مناسب هست یا نه. من رفتم از شنبهش، یعنی فرداش از مدرسه رفتم خونه، حاضر شدم، رفتم دفتر، شروع کردیم به تمرین کردن. این روزی که میگم شنبه است و من چهارشنبهش بهم گفتن بابات بگو بیاد واسه. خلاصه اون چهارشنبه پدر من اومد و بعد بهش گفته بودن که چون بازیگر جدیده ما بهش پولی خب نمیتونیم بدیم، هم که داریم باش تمرین میکنیم و قراره که نقش اول این فیلمو بازی کنه، میشه بازیگر سینما دیگه، خب چی از این بهتر، ما دیگه پولی نمیتونیم بدیم. پدر من اینو به من گفت، از اونجایی که من خیلی ذوق این فیلم داشتم گفتم بابا اصلا چه حرفی میزنی، معلومه پول نمیدن، اوکی من میخوام باشم، من میخوام سر این پروژه باشم، حل هر اتفاقی که میفته اوکی بذار که ببندیم، یعنی قرارداد باشون ببند، من میخوام بازی بکنم. پیچی یه قراردادی امضا کردیم که من قراره که بازیگر این پروژه باشم، در ازاش پولی دریافت نمی‌کنم، یعنی این اون قرارداد بود و تا مهر سال 95 بهمن سال 95 من بازیگر این فیلمم تا سالی که قرار بود مثلا بره جشنواره و اتفاقاتش بشه و من اجازه حضور تو هیچ پروژه ندارم تا بهمن 95. از همه چیز بگذریم، این پروژه اسفند همون سال نشد، پروژه خوابید. یک 10-11 جلسه فیلم برداری کردم، من آفیش نشدم، پروژه خوابید و اتفاق نیفتاد و خب 6 ماه من سودای این تو سرم بودش که نقش اول یه فیلم سینمایی دارم بازی میکنم و این فیلم قراره که اکرام بشه، قراره من بازی کنم، قراره بازیگر بشم، قراره که ورود کنم به عرصه سینما. نشدن این فیلم، خوابیدن این فیلم
هنوز وارد حواشی نمیخوام بشم. برای من به شخصه این رو داشت که خب من جهان روی سرم خراب شده و هیچ چیز به جز این که اگر اون فیلم میشد من آدم خوشحالی بودم برای من نمیتونست معنی داشته باشه، چون من بودم و یک دنیا آرزو که نشده و فیلم خوابیده. حسین نامجو هم تو چند تا خانم اومدن گفتن که آقای نامجو از ما سوء استفاده کرده. ای بابا، مگه کسی چاقو گذاشته زیر گردنتون، اسلحه گذاشته زیر رو سرتون، گفته برید با طرف بخوابید؟ حجمه هرچند صحبت محسن نامجو هم ما دیدیم دیگه، مثلا چرت و پرتا اومده بود پشت خانوما گفته بود و صحبت زن ستیزانه. میگم فلانی خودت یادته که تو اون یه شبی که با هم دیگه بودیم تا 5 صبح نو مینز نو بود، بعد شد یس که چه عرض کنم دیگه، جوری شد که من 9 صبح گفتم تو رو خدا بذار من برم کار دارم و فلان اینا، و چی میگن بهت برخورده بود و فلان اینا، یعنی بیچاره کردی منو از میزان ترشح هورمونای فلانت. حالا من نمیخوام به وارد این موضوع بشم که تمام این اسمای خانم‌هایی که سردمدار این اتاقا و اینا هستن تک تکشون با من مسئله شخصی دارن به خاطر اینکه ایمیلاشون رو دارم، ولی یک اسم آدم حسابی توش نمیبینم، به خاطر اینکه من که روم نمیشه به خانم بگم خانم تو 4 سال مهاجرت کردی همش داری میگی آوازم رو پس میگیرم. خب کو آخه پس گرفتی بخون یک ترک بده تا من ببینم بشنوم، بعد بگم خب حالا صدات خوبه یا نیست، بعد بیام با هم دیگه یه چیز بکنیم دیگه، که نه تحصیلات داره، نه سواد داره، نه از مهاجرتش استفاده کرده، نه حتی زیبایی خدادادی داره، نه فلان. آقا شما دارید کسی رو از کار میندازید که ببخشید با کمال تواضع عرض میکنم 1 ساعت نفس کشیدنش برابر با 6 ماه زندگی هر کدوم از شما هاست. خب آمار آیرونی که قضیه اینه که اسپاتیفای فالوورای ما بیشتر شد، شنونده هامون تو اینستاگرام هم بیشتر شد، خیلی بامزه است. اما مثلا نمونهش استاد نقاش دیگه کارشو گرونترین چیز فروخت، میگن any publicity is a good publicity. همه این شلوغ بازی ها 2 تا نکته رو داره به ما میگه بعد از 1 سال، این که تمام پیشکسوتان عرصه حقوق زنان 1 سال میگذره ما ببینیم یک کدوم از اینا، یک کدومشون حتی یک توییت نتونسته بزنه. هرچند که گذشته بیشتر اون آدما ترجیح دادن که سکوت کنن، چون که اینقدر دست آدم‌های روانی و چی میگن شلوغ کن افتاده که خب به حال هر کسی وقار رو چی میگن اینکه دامنش پاک بمونه و دچار توهین نشه در عرصه عمومی رو دوست داره دیگه، یعنی طبیعیه که از حریم خودش دفاع میکنه. کلا موضوع شده یک سری حقگیری از یک سری دختران یک استاد نقاش، دخترانی که به قشری از اجتماع تعلق دارن که سرگرمیشون این بوده که برن کلاس نقاشی و اون سر طیف یک دختری سرشو با داس بریدن. کلا ما وایسیم که هر جا فلان استاد نقاش نمایشگاه گذاشت بریم دوباره شروع کنیم 20 سند و بدون مدرک هیچ چیز بکنیم، یا یک اون موزیسیانه همین که هر بار تا آخر عمرش باید این دغدغه رو داشته باشه که هر بار کنسرت یا فعالیت هنری میخواد بکنه بیان یه سری بریزن سرش که چرا میکنیم. آخه نتیجه این کار چیه؟ یعنی در نهایت باید چه کار بکنه؟ یعنی آیا این که چی میگن شما، حالا اصلا من نمیخوام حرف حسادت و اینا رو بزنم که گرچه اونام فکته، ولی برای اینکه خود بزرگبینی نباشه در نهایت راهش اینه که مثلا اگر من فرض بفرمایید حذف بشم چه حقی از زنان احقاق میشه و متحقق میشه، یا اگر من کنسرت ندم در فلان شبکه، اگر من کارم آخه من مگه چه کار دیگه در همه این سالها کردم؟ یعنی من اگرم خطایی کردم با کی طرفم؟ من کدام آدمی اومده وایساده جلوی یک دوربینی گفته که نامجو تو منو اذیت کردی تا منم مجبور باشم بیام جوابگو باشم، حتی اگر لازمه عذرخواهی کنم و همه دادگاه ها شده لایو اینستاگرام و یعنی یه سری آدم کارشناس و دادستان و متخصص و در واقع حواسشون هم نیست که همون رفتاری رو دارن انجام میدن که حاجی خانم با موقع باقالی پاک کردن در 1352 تو سر کوچه تو خانی آباد نشسته بودن دور هم، همون کنشه، همون محتواست در واقع و چیز کردن و به قول معروف
کار کردم هنوز. حالا من نمیخوام به وارد این موضوع بشم که تمام این اسمای خانم‌هایی که سردمدار این اتاقا و اینا هستن تک تکشون با من مسئله شخصی دارن، به خاطر اینکه ایمیلاشونو دارم، برای که از من دعوت به همکاری کردن یا فلان یا فلان، من جواب ندادم، به خاطر که من که روم نمیشه به خانم بگم خانم تو 4 سال مهاجرت کردی همش داری میگی آوازم رو پس میگیرم. خب کو آخه پس گرفتی بخون یک ترک بده تا من ببینم بشنوم، بعد بگم خب حالا صدات خوبه یا نیست، بعد بیام با هم دیگه یه چیز بکنیم. ولی چی میگن، علتی که با شما کار نمیکنم اولا که دلیه ماجرا، اگه آهنگای دلمو ببره خب کار میکنم. دوم که شما آخه چه کار داری میکنی برای موسیقی؟ فقط دنبال سر صدا و شهرت و شلوغ بازی و فلان. بعدم من کجا باید بگم که جناب عالی که از ایران اومدی، از هتلت فرار کردی رفتی پناهندگی گرفتی توی آلمان، اون 4 تا دختر نوازنده‌ای که با تو وزارت ارشاد فرستاده بوده، بعضی که رفتن تا 1 سال بدبختی و وثیقه و زندان و فلان اینا داشتن که بیان تو رو تحویل بدن بعد تا ولشون کنن. یعنی تو اصلا تو به فکر جنس خودت هم نیستی، به فکر زنان مشخصا نیستی. آخه یا اون خانمای دیگه حالا گاسیبا رو ول میکنم که اونا حالا مسائل دیگه دارن. یعنی چه جوریه که آخه یه جنبشیه 1 سال ازش میگذره راه افتاده ولی یک اسم آدم حسابی توش نمیبینم، یه شادی صدر، یه حتی فرانک امیدی، حتی همون خانمایی تو سمت نوع برنامه شبکه فلان هستن، هیچ کدوم. یعنی همش یه سری آدمایی که از فقط تنها باری که اسمشون شنیده شده از همین ماجرا بوده. و حالا نمیخوام مسائل شخصی و توهین و قضاوت و اینا بکنم، ولی خب مشخصه دیگه طرف میتونی قشنگ راحت بفهمی دیگه که نه تحصیلات داره، نه سواد داره، نه از مهاجرتش استفاده کرده، نه حتی زیبایی خدادادی داره، نه فلان، و تمام رفتارش بر اساس یک خشم و یک چیزیه که هی خودش رو مطرح بکنه توی هر جایی. بعدم آقا ماجرایی اگر برای آدمی پیش اومده، ماجراش به خودش و اون مورد ربط داره. آخه وقتی که اون مورد نمیاد که حرف بزنه و فلان کنه و بهمان، 2 تا حالت داره، یا مریضه داره از این جلز و بلز کردن یک طرف قضیه حال میکنه که متاسفانه بیشتر احتمال داره همینه، یا که خب بالاخره حرمت داره خانواده‌اش، اینا ترجیح میدن که مخفی بمونه آبروشون حفظ بشه. منم یک بخشی از سکوتم به خاطر این ماجراست. و کل قضیه اگر که تعریف بشه قشنگ برای همه روشن میشه که اصلا خیلی ساده تر از این حرف هاست. یعنی در حد یک شوخی لفظی نیشگون یه همچین چیزی. و آقا شما دارید کسی رو از کار میندازید که ببخشید با کمال تواضع عرض میکنم 1 ساعت نفس کشیدنش برابر با 6 ماه زندگی هر کدوم از شما هاست. یعنی بعد شما تو خونه زندگیش باشین تا ببینین صبح که از 8 تا 9 صبح از خواب پا میشه قهوه و کیک میزنه تا 4 بعد از ظهر چه کار میکنه توی یک نفر آدم توی یه خونه. کل هشتگ میتوی ایران، حداقل هشتگ میتوی آمریکا، اگر که بازم اونم ماجرای 4 تا سلبریتی بود و به بیچاره زنای سیاه‌پوستی که کتک میخورن توی بروکلین پرداخته نشد، فقط به حقوق سلما هایک که رفته پیش هاروی واینشتاین پرداخته شد. حداقل اون یه پولی رد و بدل شد دیگه، تموم شد. یعنی بالاخره راضی شدن آقا اینو بگیر دیگه رضایت بده. ولی پول تراپی که رفتی پول فلان. ولی اینجا سردرگمه، هیچ کس نمیدونه چی میخواد. فقط قراره که ما از این آتیش، از این وجود این آتیش و خشم و رنجور کردن همدیگه، این نبرد زامبی ها، احساس هویت بکنیم. درسته که ما همش دوست داریم یه چیزی بکنیم بگیم آقا ما ایرونیم دیگه، اینم مدل ایرونیشه، ولی این دیگه داره از شورش به در میشه دیگه، داره آتیش میزنه. به خدا قسم من یه اسکرین شات که برام میفرستن که خب دوستا به عنوان دلسوزی میفرستن، ولی خب من 300 تا دوست دارم تو تلفنم و 300 بار این باید پیش بیاد. یعنی هر بار یکیشون به عنوان دلسوزی برسه محسن جان دیدی فلان، بعد بهش بگی آقا نکن نفرست، بعد میگه عذر میخوام ببخشید، بعد میره تا 3 ساعت دستای من داره میلرزه که من دارم تاوان چی رو پس میدم. بعد اون لحظه داشتم مثلا به موضوع فرض بفرمایید الگوهای موسیقی جاز در مثلا ساختار شعرهای رودکی فکر میکردم، تموم میشه میره. حالا نمیخوام بگم اونا خیلی کار مهمیه، ولی خب اولا که علاقه من هموناست، دومی که خب باز همونا به درد 4 نفر میخوره دیگه. آخه حرف شادی امینی و نمیدونم فلان و فلان یا اون که میاد راجع به اکسش تصفیه حساب کنه به درد کی میخوره؟ بعد این همه آدم روشن فکر و رسانه‌ای و اهل فکر و فلان و فلان میرن تو این اتاقا میشینن گوش میدن،
و نمیدونم چرا سکوت میکنن، چون که خب بدیهیه، برای خاطر که از آدم پاچه برمالیده باید ترسید. ولی خب چرا میرین؟ اصلا مثلا قراره مثلا قضاوتتون راجع به رفیقتون که اسمش محسنه قراره عوض بشه، مثلا هی هر شب برین که ببینید مثلا میخواد قصه جدید تعریف کنه، 6 ماه دارن میگن مدرک فلان بهمان. آقا دروغ این ماجرا، اصل ماجرایی که اون خانم اومده روز اول به اسم اکانت ماهی تعریف کرده به روح مادرم دروغه. چرا؟ برای اینکه بنده یک اشتباهی در هر چی که پیش اومده، بنده اونجا بودم، شبش خوابیدم و صبحش از اون خونه رفتم و همون صبحش آگاه بودم که شاید در مستی زیاده روی کردم فلان، تکست زدم، عذرخواهی کردم و بعد اولش چیز شده، اعتراض و پذیرفته نشده و بعد قصه سر هر کوی و برزن تعریف شده تا به گوش همسر سابق من رسیده. اون نشسته با اونا حرف زده و اونا هم گفتن نه تمومش کنیم فلان شد. خانواده‌شون تو این سالا کنسرت ما اومدن، نمیدونم برادرش، یعنی همه چی ردیف بوده. الان به خاطری که لایک میاره و هویت میاره و نمیدونم فلان میاره، بابا باش انجامش بدین، اصلا منو تنبیه کنید، ولی من باید بدونم با کی طرفم. من باید با اکانت فیک که نباید من جواب بدم. من باید حداقل اون استاد نقاش یه نفر اومد توی تلویزیون یه چیزی گفت که حالا اون جوابشو بده. راجع به من قضیه از اینم پیچیده تره، یعنی مدرک هست نه، با کی طرفیم نمیدونیم، چه کار کنیم نمیدونیم، تاوانش چیه نمیدونیم، عذرخواهی از کی بکنیم نمیدونیم. بس دیگه بابا، از اول شروع کنیم نو مینز نو. کی میگه نو مینز نو؟ بابا کجای ادب، اصلا سراسر زیبایی ادبیات فارسی به اینا دقیقاً به خاطر همین که نو مینز هزار تا چیز تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن از ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است، یا نمیدونم نیازارند نازارند فلان بهمان. اصلا ایده ناز و نیاز کجا شما تو ادبیات غیر فارسی پیداش میکنین؟ ناز و نیاز یعنی نیاز یعنی میل، دیزایر، و در این حال چیز کردن، اوایت کردن. اصلا همچین مفهومی تو وجود نداره تو چیز غرب. بعد غربیه که میگه نو میز نو، واقعا رفتار دختر غربی هم که تو این 10 سال مهاجرت من دیدم، دختر غربی که علاقه‌منده همون اول میدونه که قراره تو رو انتخاب کنه ولی و مسیر اونجوری میبره. وقتی علاقه‌مند نیست هر کارم بکنی فایده‌ای نداره، به دست و پاش بیفته بگی عاشقتم، تازه بدتر فرار میکنه. و هزاران تجربه اینجوری پیش اومده. و خانم فارغ التحصیل فلسفه از دانشگاه توی آمریکا که دوست قدیمی من بوده و مثلا چی میگن با هم دیگه سالها پیش خلوتی رو هم داشتیم و خب بالاخره حالا دیگه هم دیگه رو ندیدیم ولی دوست باقی موندیم. بعد به من سر این ماجراهای حاشیه‌ها تکست حمایتی فرستاده که محسن جان حواستو به کارت بده و عیبی نداره و فلان اینا، ولی یک چیزی رو هم قبول کن دیگه، نو میز نو. بعد میگم فلانی خودت یادته که تو اون یه شبی که با هم دیگه بودیم تا 5 صبح نو میز نو بود، بعد شد یس که چه عرض کنم دیگه، جوری شد که من 9 صبح گفتم تو رو خدا بذار من برم کار دارم و فلان اینا و چی میگن بهت برخورده بود و فلان اینا، یعنی بیچاره کردی منو از میزان ترشح هورمونای فلانت. خب عزیز چرا چی میگن، من که تو رو قضاوت نمیکنم، منم همونم، ولی نکته اینه که چرا یه دفعه یه عده پاک بشن، یه عده میشن معلم یه عده دیگه. آخه بابا من اصلا تو خونم به حرف زن گوش کردم. من در سراسر زندگی زناشوییم یک بار نشده که از یک دری بخوام وارد شم و زودتر از زنم وارد شم و فلان کنم. بعد خب شما به همچین اول میخواین از قلع و قم کردن نسل ما شروع کنین، به ما چیزی یاد بدین. خب بابا شما همون عقده‌های ما رو دارین به یه شکل دیگه. میگم چرا به این فکر نمی‌کنین که یک زن آدم حسابی به شما نپیوست، یک زن فمینیسته که میتونست به این جنبش قدرت بده به شما نپیوست. همتون آدمایی هستین که یه جوری چیزای شخصی دارین به هر شکلی. حالا رفیقای نزدیکتون که از حاشیه‌هاتون خدا میدونه چه چیزایی تو زندگیتون هست، ما هم که از دور داریم نگاه میکنیم داریم میتونیم راحت دیگه تشخیص بدیم دیگه. رفاقت از حقیقت بالاتره، چه حقیقت سیاسی، چه حقیقت هنری، چه حقیقت فلسفی، چه اعتقاد مذهبی فلان. تک تک این اسما که دیگه میدونیم دیگه این همین چه. بابا آخه خانم عزیز تو یک کمپین آواز فلان به چه جوری به خودت اجازه میدی بیای دادستان بشی و دادگاه توی اینستاگرامت را بندازی؟
تو خشمت از کجا میاد، به کجا میره، چی میخوای؟ یه ایمیل زدی که کار کنیم، بهت منطقی گفتیم کار نکردیم، ما با تو کار، یعنی اصلا محترمم بهت گفتیم. بعد تو اصلا تو دنبال چی هستی واقعا؟ من یعنی خب یه همچین آدمی رو به خدا قسم من حاضرم تا 4 نفر رو به هزینه خودم پیش بهترین تراپیست برن 6 ماه و من هزینه‌شون رو میدم. ما با همچین آدمایی طرفیم ولی حاضرن برن. بعد گیر دادم به یه آدمی که فکر تعدی آزار فلان آزار، در حالی که نمیدونم اون آدم آزار فلان. آقا از همون لحظه با کسی زندگی میکرد که بهش گفت فلانی تو این کار ازت سر زده، درسته که مست بودی و فلان، اولا که بدشانس بودی به یه آدم دیوونه اشتباه کردی چیز کردی، دومی که میخوای راجع به این موضوع با یک متخصص صحبت کنی. من با این همه ادعا و ایگو و کتاب خونده و فلان و اما 3 سوت گفتم چشم و رفتم و فهمیدم. هنوز من با آدمایی میگم راجع به تراپیست مسخره میکنن که تراپی که پول میدی که چی یاد بگیری. فکر میکنن آدم میره پیش تراپیست که چیزی یاد بگیره. نه عزیز، خانومه هیچ بعید نیست که اصلا لزبیان هم نیست. تنها راهی که میتونه توجه جلب کنه این که بگه لزبیانم. چرا؟ برای که اگر بگه به عنوان زن استریت خودش میدونه اینقدر چیزه، بالاخره خدا داده یه چیزایی دیگه، اینقدر جذابیتش از چیز متوسط کمتره که هیچ چیز دیگر هم تو زندگیش نیومده جبرانش بکنه. یعنی خوشگلی که نداری بابا، حداقل تحصیلاتی، کاری، مهاجرت کردی، یه ترم درس میخوندی، یه ترم موزیک میرفتی یاد میگرفتی، یک اپرای کلاسی، چیزی، یک سانگی، یک ضبطی، یه فلانی. همینطور توییتر بدبخت کرد این سوشال مدیا نسل بشر رو. نسل بعدی هم که بدبخت‌تر خواهد شد. بعد فکر کنی مهمی که مثلا امروز چای خوردم به فلان که تو چای خوردی چه اهمیتی داره که چیز کردی؟ یعنی بعد آدما برونگرا، بعد از یه طرف دیگه سیویلیزیشن داره آدما یاد میده که عقیم‌تر بشن. چرا؟ ترس از دیسلایک. یک آقایی در کانادا به اسم آقای قمیشی بهش تهمت زده شده، بعداً اثبات شده، بعد رفته دادگاه، کیسو برده و پولی هم در رد و بدل شده و تموم شده. دیگه شما به جای کی دارین آخه؟ نماینده کی هستین؟ و من اون آدم رو دیدم از نزدیک، یکی از شریفترین آدما بود به خدا. و تمام این آقایونی که چیز میکنن، حداقل اون آقایونی که با من از نزدیک میشناختن و علیه من شدن تو این مدت، به خاطر اینه که یه چیز شخصی با من داشتن. محسن جان، من یادت فلان جا هم دیگه دیدیم در دانشگاه، من اومدم آلمان، گفتم با هم کار کنیم. خب حالا باشه کار کنیم. چه کاری بکنیم؟ جواب ندادی. الان یک جوری روایت داره میکنه ماجرای گاسیب و فلان اینا، انگار که اون شب اونجا بوده یا فلان بوده. آقا عزیز دل، دست بردار، تو رو خدا دست بردارین. آخه میگم شما یه آدم بیکاره رو دارین ابیوز نمیکنین. آخه ببینید یه نکته مثلا راجع به همین قضیه آواز زنان، هی چسبیدیم به مسئله سیاسی کردن جمهوری اسلامی، سانسور زنان. اوکی درسته، میدونم این از مسئله دیزایر در چیز شیعه میاد که زنان حذف بشن، ولی در نهایت الان که یه 10 سال اینترنت اومده، بیشتر 15 سال 20 سال و آموزش باز شده و فلان بوده و مهمان بوده، مگه هایده کلاس آواز رفته بود؟ تو کاباره رفت و خوند و فلان و همان؟ کدومتون از زمانی که باز شده که همش دارین راجع به سانسور و فلان حرف میزنین، همه یک فستیوالای آواز زنان راجع به بزار بخواند، همش از این چیزاست، کدومتون یه آوازخون زن میتونید معرفی کنید که در حد هایده که بیخیال، گوگوش هم بیخیال، لیلا فروهر هم بیخیال، فتانه هم بیخیال، در حد شراره بخونه؟ به خدا نیست. من آوازخونم، حرف منو باور کنید، تک تکشون فالش، اینسیکیور و ولی خب ادعا ماشاءالله از قمرالملوک وزیری هم بیشتره. حالا یه مثال دیگه بود. مخلصی. خیلی سرش هنرمند. حالا بخوام راجع به محسن نامجو صحبت بکنیم، صحبت بسیاره. من یه روز کامل راجع به محسن نامجو صحبت میکنم، خیالتون راحت. به کی شما میگید استاد؟ مثلا معنی استاد چیه؟ آدمی که تزریق میکرد تو کرج، تو استودیو سال 84 تزریق میکرد مواد، توهم داشت، توی فاز دیگه بود. نشون به اون نشون های نامجو. شما جلو در استودیو اون سالا توی کرج میشستی جلوی استودیو ستار میزدی مثل این آدمای. بعد خانوما اومده بودن راجع به محسن نامجو صحبت کردن، آقای به ما تجاوز شد، چه خواهشاً میخوام اینو بگم بهتون، میخوام بگم نوع نگاهمون رو به این قضیه بازتر بکنیم.
هر کسی میشینه جلو دوربین میگه یه فلانی به من تجاوز کرده، بزنید تو دهنش بگید چرا همون لحظه نرفتی شکایت کنی. یه چیزی هم یاد گرفتم، آی ما از حرف جامعه میترسیم، آی ما از حرف مردم میترسیم، آی چه حرفا چه. اون موقع میترسید، الان نمیترسید؟ اصلا اگه میترسید بیاد به من بگید آقا فلانی همچین خطایی رو کرده، همچین تجاوزی رو کرده، اسم منم نیار، من بیام افشاگری بکنم که اون طرف نره اون بلا رو 110 نفر دیگه بیاره. کسی که نمیاد بگه خیانت رو به بقیه هم میکنه، چون این بسته رو باز میکنه که این غلط رو طرف بره 10 جای دیگه هم بکنه. غیر از اینه مگه شما مثلا یه کسی رو بدونید ساقی مواده، تنها مواد رو به شما نمیفروشه، به 100 نفر دیگه هم میفروشه. بعد شما بگید آره به من مواد فروخت، به من آسیب زد، این آدم بده. نه عزیزم، کسی که تو مواد بفروشه به 10,000 نفر دیگه هم میفروشه. این موضوع بود که من خواستم راجع یه بار برای همیشه در خصوص تجاوز بگم که آقا خواهشاً چیزا رو نگید، چرت معنا و مفهوم داره این چیزا. مرسی، امیدوارم که حالا ویدیو رو به اشتراک بذارید، برامون لایک بکنید اصلا اگه دوست داشتید ویدیو رو، به دوستان خودتون پیشنهاد بکنید که ویدیو رو ببینن. ممنون که تا این لحظه با ما همراه. مرسی.